پیشدادیان شاهان روایتی. از روی روایت های کتاب مقدس زردشتیان اوستا جای سکونت شاهان بزرگی پیشدادی آریانویچ یا خود آریانجا نام داشت و آن دو ساحل رود دایتیا یعنی امو، ترمیز، قندوز، وخش، کلاب، تخار، درواز و بدخشان افغانستان داخل می شدند. موافق معلومات بندهیشن کتاب آفرینش نخستین انسان در اینجا به دنیا آمده است. شاه هوشنگ نخستین شاهی پیشدادی است که 40 سال سلطنت کرده است. او با آدمان پیدایش آتش و استفاده آن را آموزانید. از همین جاست که جشن صده از این حادثه منشأ میگیرد. این جشن تا عصرهای 11-12 میلادی معلوم و مشهور بود. زمان حکمرانی شاه هوشنگ معلوم نیست، اما موافق تخمین عالمان انسان 400,000 سال پیش از آتش استفاده می برده است. از روی روایت های اوستایی یکی از قدیمترین شاهان آریایی شاه جم بوده است که گویا او 1000 سال عمر دیده 900 سال حکمرانی کرده است. می توانیم گوییم که خود وی نه، یعنی خود جمشید نه، اولاد وی 1000 سال حکمرانی کرده باشند. موافق روایت های اوستا شاه جمشید یا خود شاه جم در آخر عمر خود دعوای خدایی نمود و در نزد خداوند گناهگار حسابیده شد. همین طور همه از او روی گردانیدند و او فرار نمود. تخت و تاج او را ضحاک صاحب گردید. نام اساسی ضحاک بیروست می باشد. ضحاک در اوستا با نام اژدهک یاد شده است. ضحاک در تاریخ یکی از آبرزهای منفی ترین است. در ادبیات اوستایی ضحاک رمزی بدی است. از روی روایت ها گویا ضحاک و جمشید مناسبت های خویشی داشته باشد. شاه ضحاک در دوره یخبندی حکمرانی کرده است، ولی برای آسایشتگی مردمانش یگان چاره نمیدید، فقط غارت و قتل و کشتار میکرد و خلاص.